سلام، به سری برنامه‌های رستوران موفق خوش اومدید. امروز کاما هستیم. بریم که یه گفتگوی ویژه با مدیر و راه‌انداز این مجموعه داشته باشیم. سلام. احوال شما چطوری؟ خوبی، خوش اومدید. سلامت باشید. متشکرم. آقای مسیح، شما جزو معدود افراد این صنف هستید که هم چندین شعبه موفق از یه برند کافه کاما رو داشتین و هم کار راه‌اندازی کافه رستوران انجام میدید. از حال هوای کافه داری و مسائلی که مربوط به راه‌اندازی کافه رستوران هست برام بیان کنید. من از سال 90 کار کافه داری و رستوران داری رو شروع کردم. تو سالهای اول بیشتر تمرکزمون روی کافه های خودمون بود و برندایی که راه اندازی کردیم برای تیم خودمون و تجربه کسب کردیم. 11 تا پروژه داشتیم برای تیم خودمون و بعد از اون موضوع راه اندازی کافه رستوران و مشاوره جهت راه اندازی رو به مجموعه اضافه کردیم که خب شامل بخش‌های مختلف مثل معماری، سرمایه‌گذاری، خرید تجهیزات، آموزش و برندینگ و تبلیغات میشه. از سال 90 تا 93-4 یه موج کافه داری خیلی زیادی اومد و تعداد کافه‌های خیلی زیادی راه اندازی شدن، اما به اشتباه، چون هنوز کسی به عنوان مشاور راه اندازی کافه رستوران خیلی معنایی نداشت. ولی الان تو این 4-5 سال گذشته خب موضوع مشاوره راه اندازی خیلی بولتر شده و به خاطر اینه که کار کافه رستوران بحث رقابت خیلی زیاد شده و کلاً کار تخصصی و همه اینا در کنار هم باعث شده که راه اندازی یک کافه رستوران سخت‌تر بشه. شرایط خب کشورمون هم هست، بحث عدم ثباتی که هست، همه اینا در نهایت شما باید مشاور داشته باشید و یا خودتون تجربه کرده باشید. خیلی نکته مهم و دقیقی اشاره کردید. با توجه به اینکه ما واقعا عدم ثبات در مملکتمون خیلی بیداد میکنه در تمامی صنوفمون، داشتن مشاور خیلی نکته مهمیه و داشتن مشاوری که خودش کار تخصصی کافه رستوران کرده و کافه داری داشته خیلی میتونه برای فردی که میخواد رستوران بزنه میتونه نکته مهم و قابل توجهی باشه. شما نقش مبلمان رو در جذب مهمان برای یک کافه رستوران چقدر مهم میدونید؟ ببینید، ما کلا کافه و رستوران توی تمام جلسه های مشاوره‌ای که داریم ما به 2 تا بخش تقسیمش میکنیم. میگیم اول و موضوع مهمتر برای اینکه مخاطب جذب بشه و مهمان جذب بشه ظاهر کاره. حالا این ظاهر میتونه لوکیشن خوب باشه، این ظاهر میتونه تابلوی سردر خوب باشه که فونت درستی باشه، لوگوی خوبی طراحی شده باشه و کلا کار برندینگ درستی انجام شده باشه. وقتی میایم جلو، اون محیط داخل، همونطور که الان تو سوال قبلیتونم گفتم، فضا و اون آمبیانسی که اونجا ایجاد شده و حس و حالی که مهمون از اونجا میگیره 50% ماجراست. حالا بحث مبلمان، فرنیش، نورپردازی، کلوگیا. خیلی ممنون از توضیحاتتون. دقیقاً همین چیزی که شما اشاره کردید به نظرم اون چیزی که ابتدایی کار مخاطب رو جذب میکنه اون حال خوبیه که از کافه میگیره، از انرژی، از نوع مبلمان، از حتی چیدن اون مبلمان استانداردی که توی فضا وجود داره میتونه حال خوب بگیره. بعد دیگه چیزی که به نظر من جذبش میکنه برای ادامه کار نکاتی بود که شما فهمید. ما تو سالهای گذشته یکی از مشکلاتمون همیشه این بود که یکی توی بحث نور پردازی و اکسسوریایی که مربوط میشه به نور و یه دونه هم توی مبلمان ما نه تنوع خوبی داشتیم و نه خروجی اون شرکت هایی که این کار انجام میدادن مخصوص رستوران ها بود. یعنی شما باید میرفتید کلی میگشتید توی مبلمان فروشی هایی که احتمالاً یا اداری ان یا خونگی ان و یه چیزای گلچین میکردید و میگفتید اینا رو من میخوام بذارم توی رستورانم و در کنارش نهایتاً کسایی که خیلی خوب کار میکردن و معمار بودن میشستن خودشون یه سری چیزا طراحی میکردن و اینا رو تولید میکردن. خب هزینه های تولید زیاد بود، مدت زمان زیادی باید منتظر موندن، آزمون و خطای زیادی داشت. ولی خب الان به لطف وجود شرکت های خوبی مثل کاری که شما دارین انجام میدید و خب همکارانتون خیلی کمک کرده به معمارا که زیاد درگیر طراحی مبلمان نشن. این زحمت رو شما کشیدید و الان خیلی کمک میکنه و اینکه ما راحت‌تر و سریع‌تر
پروژه استارت بشه، هر چقدر سرعت کار بره بالاتر، باز احتمال موفقیت بیشتر میشه. سوال آخری که خدمتتون میخوام بپرسم اینه که اولین و بزرگترین توصیه‌ای که شما به افراد علاقه‌مندی که میخوان وارد این صنف بشن و با چالش‌های زیادی که تو ذهنشون هست، چیکار باید بکنیم، از کجا باید شروع کنیم، به چه شکلی باید ورود بکنیم، به نظرتون چی میتونه باشه؟ برای پاسخ دقیق به این سوال ما خیلی نکات رو باید در نظر بگیریم. من خودم یه چک لیستی دارم. وقتی یک نفر مثلا شما اومدید و میگید که من میخوام یه کافه راه اندازی بکنم، استارت این ماجرا با برنامه ریزی درست مالیه. دوم، روحیات شما به عنوان کسی که قرار صاحب اون کافه یا رستوران باشید برای من خیلی مهمه. شاید یه کانسپتی که تو ذهن شما هست اصلا به شخصیت شما با هم مچ نشه، چون شما قراره که اونجا حضور داشته باشید و در نهایت برند شما یه جورایی روحیات و اخلاق شما رو میگیره. سومین نکته اینه که ما بدونیم بازار الان نیاز به چه کانسپتی داره. یه دوره‌ای شاید نیاز باشه که شما رستوران‌های خیلی لاکچری رو اندازی بکنید، یه دوره‌ای با مبلغ و سرمایه‌ای که شما دارید و روحیه‌ای که شما دارید شاید ما باید برای شما یه کافه بیرونبر رو اندازی بکنیم و در کل همه این سه تا نکته میشه مهمترین بخش تصمیم گیری برای اینکه چه خروجی و چه کانسپتی بیاد بیرون و ما اونو به چه شکلی اجراش بکنیم. خیلی نکته دقیق و خوبی و خلاصه اشاره کردید. ممنون وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزو موفقیت برای شما و برند موفق کامادار.